فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. جناب استاد، خواهری 16 ساله از ارومیه روستای الواج پرسیدن که آیا خواندن آهنگ در خانه برای خود جایز است یا نه، و همچنین تشکر کردن از برنامه‌های شبکه جانی رسان. اگر منظورشون از خواندن آهنگ احتمالاً یعنی رجزیه‌ای باشه یا ترانه هایی که به زبان فارسی یا هر زبان دیگری هست و احیانا انسان زمزمی میکنه و حکم این برمیگرده به نوع اون گفتار و نوشتار یا اون شعری که هست. اگر شعری باشه که محتوای اسلامی داشته، موارد ضد اخلاقی نباشد، هیچ گونه اشکالی ندارد و در خلوت و در تنهایی یا حتی در جاهای دیگر انسان مجاز هست که برای رفع خستگی و ملالت نفس اشعاری را یا موارد دیگری را که حفظ دارد اونها را بر زبان جاری بکند و بخواند. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.